اگر تا حالا بعد از بستن قرارداد یا گرفتن پروژه حس کردی پولی که بابتش داری میگیری کمه، بدون یکی از این 5 تا اشتباه رو انجام دادی. توی این ویدیو میخوام بهت بگم که این 5 تا اشتباه رو انجام ندی تا مفتکاری هم نکنی و پشیمون نشی. اشتباه اول، ترس از دست دادن مشتری و کارفرمایی. میای به خاطر اینکه کار رو از دست ندی، قیمت خیلی پایینتر از عرف بازار و حد نرمال میگیری. این کار باعث میشه که کارفرما پیش خودش فکر بکنه، یه جای کارت میلنگه، شاید کیفیت مورد نظر رو نداره، شاید وقت نمیخوای براش بذاری و چون خروجی براش مهمه، کیفیت کار براش مهمه، از کار کردن باهات صرف نظر میکنه. اما به همینجا ختم نمیشه. وقتی اعتماد به نفس پایین داشته باشی، خب میای خودت رو به اشتباه با بقیه مقایسه میکنی. وقتی کارفرما بهت میگه فلانی این کار رو با نصف قیمت انجام میده، به جای اینکه گارد بگیری، سریع بخوای باهاش مقابله بکنی، پیش خودت این فکر رو بکن که آیا فلانی این کار رو با تجربه‌ای که تو داری انجام میده یا با تجربه خودش، با کیفیتی که تو تحویل میدی یا نه، کیفیت پایین‌تر. اینا خیلی چیزای مهمیه و این المان‌ها رو اگر لیست بکنی و به کارفرما یا کسی که این حرف رو بهتون میزنه بگین، باعث میشه که پیش خودش فکر بکنه خب این راست میگه، این اعتماد به نفس داره و بعد کاری که داره انجام میده ارزش قائله. یه اکسپریانس یا تجربه‌ای پشتش هست که کار رو میتونه خوب در بیاره و همون چیزی هست که میخوام. پس از مقایسه کردن اشتباه شما با بقیه دست برداره. و باز باید بگم که به همینجا ختم نمیشه. یه اشتباه دیگه هم انجام میدین که اونم نگرفتن پیش پرداخته. درسته، گرفتن پیش پرداخت بخشی از موضوعیه که وقتی کار رو تحویل میدین، طرف تلفن رو قطع نکنه و کار رو تحویل بگیره و دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه. یه بخش قضیه به این برمیگرده که چقدر با گرفتن پیش پرداخت به کارمون جدیت میدیم و ارزش براش قائلیم. اینطوری حس خوبی به کارفرما میدیم که میخوایم براش زمان بذاریم و کار با کیفیت تحویل بدیم. اما اشتباه آخر، نگفتن ارزش افزوده‌ایه که به کار اضافه کردیم. ببین، خوبه که طرفی که داریم باهاش کار میکنیم بدون چند سال سابقه کار داریم، چه رزومه‌ای ساختین، چه کارهایی رو انجام دادین، چه مشکلاتی رو توی پروژه باهاش برخورد کردین و تونستین هندلش بکنین. این ارزش افزوده جدا از اون ارزش افزوده‌ای که داریم به ویدیو میدین که رنگ و لعابش رو به خاطر اینکه فیلم بردار وایت بالانس رو رعایت نکرده انجام میدیم. جدا از اون ارزش افزوده‌ایه که صدا بردار کارش رو درست انجام نداده و صدا کاملا نویزه و شما توی تدوین مجبورین که صدا رو دی نویز بکنین. این جدا از ارزش افزوده‌ایه که کلی المان توی تصویره و اون تیم نیومده اون المان ها رو حذف بکنه و شما مجبورین با ماسک کردن و کلی تکنیک دیگه المان‌های اضافی رو توی ویدیو حذف بکنید. مثلا یه پریز برقی، تابلو، یه نوشته. خب اینا خیلی زمان تدوین رو میبره بالا و کیفیت خروجی کار رو متفاوت میکنه با اینکه فقط 4 تا رافکات بزنید. و حالا وقتی بهش میایین میگین که این کارها هم برات انجام دادن و میتونسته از این ویدیو به این ویدیو تبدیل بشه، خیلی براش ارزشمنده. پس با رعایت این 5 تا نکته خیلی راحت میتونین برای کارتون ارزش قائل بشین و وقتی کارفرما قیمتی رو میشنوه، خیالش راحته که کار با کیفیت داره تحویل میگیره. اینطوری باعث میشه که شما هم پول مناسبی و بابت تایمی که دارین برای تدوین میذارین دریافت بکنید. اگر اشتباهاتی مثل این اشتباهاتی که من گفتم رو تا حالا انجام دادید، حتما توی کامنت ها بهم بگین تا منم از اشتباهات خودم که شخصا انجام دادم بهتون بگم.